به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان گرامی. ظلم یکی از بدترین صفتهای ذمیم است که نزد خداوند خیلی خصلت زشت و منفور است. شخص ظالم را خداوند بد می‌بیند و برای ظالمان خداوند مجازات سنگین مقرر نموده است و هشدارهای گوناگون رنگارنگ با هر اشکال برای شخصانی که به ظلم اقدام میکنند در قرآن و سنت وارد شده است. بنابراین انسان میباید از ظلم و از ظالمان اینچنین خیلی دور باشد. نه تنها ظلم خطر دارد بلکه به ظالمان نزدیک شدن نیز برای انسان خطر دارد. خداوند عزوجل به عدل که خلاف ظلم است، عکس ظلم است، امر نموده، دستوری صریح داده فرموده است و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی خداوند عزوجل شما را امر میکند که اگر میان مردم حکم صادر کردید، داوری کردید، حاکمیت کردید، به عدل حاکمیت کنید. و اینچنین او تعالی در جای دیگری قرآن فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. همانا خداوند امر میکند، دستور میدهد بندگان را به عدل. جای دیگر خداوند عزوجل فرموده والله لا يحب الظالمین. خداوند ظالمان را هرگز دوست نمی‌دارد. علمای علم تفسیر و علم اصول فقه میگویند هر کجا که خداوند گوید فلان کاری را دوست نمی‌دارد یا کسانی را که فلان عمل را انجام میدهند آن شخصان را دوست نمی‌دارد، آنگونه که اینجا آمده، دلیل بر آن است که آن فعل حرام است. آن فعل قطعا حرام است و کسانی که آن فعل را انجام میدهند از رحمت خدا دورند و تهدید شده به عذاب الهی هستند. والله لا يحب الظالمین. خب این آیت ها و احادیث زیاده که درباره زشتی ظلم و منفور بودن و از رحمت خدا دور بودن ظالمان و اینکه گرفتار عذابند آمده. آیت و احادیث بیشماری هست. اما درباره کسانی که ظالمان را یاری میکنند چه آمده؟ البته که ظالم به ظلم و ستم قادر نیست، نمیتواند این عمل زشت را انجام دهد مگر در آن صورتی که اطراف خود یاورانی داشته باشد. ادعای گمان میکنند که این همه هشدار و تهدید بر عذاب در آخرت خاص تنها شخصان ظالم است. نه، چون این نیست، بلکه این همه هشدار، همه این تهدید بر عذاب برای ظالمان و برای کسانی که در اطراف ظالمانند وارد است. آنان را نیز در بر میگیرد. خداوند عزوجل فرموده احشر الذین ظلموا و ازواجهم. ظالمان را همراهی یاورانشان حشر سازید تا اینجا حسابات دهند. خب یاوران ظالمان کیها هستند؟ جانشین اول یا جانشین دوم یا کیها هستند؟ بیاید ببینیم که فقها چه گفتند. اعوان الظلمه که اصطلاح شرعی است، یاوران ظالمان کیها هستند؟ فقها میگویند اعوان الظلمه هم من اعانهم ولو اعطى لهم دواتا او بری لهم قلما و منهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم. یاوران ظالمان هر کسی که آنان را در ظلمشان اندکترین سهم میگذارند، کمک میکنند. حتی کسانی که برای ظالم رنگدان میدهد که امضای ظالمانه کند یا قلم تیز کرده برای او میدهد تا امضا کند، مهر کند. بعضی فقها گفتند حتی کسانی که لباس ظالم را شسته تهیه میکند از اعوان الظلم محسوب است، یاوری ظالم حساب میشه. امام ابن عبدالهادی از امام احمد حنبل امام اهل سنت و جماعت، محدث و فقیه نامور، ذکر کرده در کتاب ایضاح طرق الاستقامه. میگه قال رجل للامام احمد ترى انی من اعوان الظلمه قال وما تصنع. یک نفری نزد امام احمد حنبل آمده سوال کرد که آیا من از اعوان الظلمه محسوبم؟ من از یاوران ظالمان حساب میشم مگر؟ گفته پرسید از امام به او گفتن و ما تصنع، تو چی کار هستی؟ قال خیاطهم، من دوزنده هستم، برای آنها لباس میدوزم. فقال لا بل انت منهم. نه تو از یاوران ظالمان، نه تو خود ظالم هستی. انما اعوانهم الذي يبيعك الخيطان والابره. بلکه یاوران ظالم کسانی است که برای تو سوزن میفروشد، رشته میفروشد، اما خودی تو که به واسطه لباس آنها را تهیه کرده دخته میدهی، تو از ظالمان هستی، نه از یاوران آنها. گفتند امام اسماعیل ابن محمد اصفهانی در کتاب خود سیر السلف الصالحین آورده که ابوبکر مروزی گفته لما حبسوا احمد بن حنبل في السجن جاءه السجان. چون امام احمد حنبل را زندان کردند، زندانبان نزد امام احمد حنبل آمد
دربان زندان نزد امام آمد فقال یا ابا عبدالله الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحیح؟ آیا آن حدیثی که درباره ظالمان و یاوران ظالمان آمده آیا حدیث صحیح است؟ آن هشدار عذابی که در این مورد آمده آیا صحیح است؟ قال نعم، بله حدیث صحیح است. قال السجان فانا من اعوان الظلمه، آیا من از یاوران ظالمان محسوبم؟ دربان زندان است دیگر. فقال له اعوان الظلمه من یاخذ شعرك ويغسل ثوبك. امام گفتن نه، یاوران ظالمان کسانی هستند که موی سری تو را میگیرد و لباسی تو را میشوید و یصلح طعامك و یبیع و یشتری منك و طعام تو را تهیه میکند. یاوران ظالمان این کسانند، اما تو فاما انت فمن انفسهم، اما تو باشی خود ظالم هستی، نه یاوری ظالم. عیناً همین معنا را امام ابو طالب مکی در قوت القلوب اثری از ابن مبارک، از امام و محدث نامور فقیه زمان خود، زاهد زمان خود، دوستان امام ابو حنیفه نقل آورده، این معنا را باز تأکید میکند. و جاء رجل الى ابن مبارک فقال انی خیاط وربما اخذت شيئا لبعض وكلاء السلطان فماذا ترى اكون من اعوان الظلمه. از امام ابن مبارک نفری آمده پرسید که من دوزنده هستم و بعضا برای نفرانی نزدیک سلطان که البته سلطان ظالم در نظر دارد لباس می دوزم، آیا من از یاوران ظالم محسوب می شوم؟ قال لست من اعوان الظلمه. امام ابن مبارک، عبدالله ابن مبارک محدث و فقیه عصر خود گفتند لست من اعوان الظلمه، تو از یاوران ظالمان نیستی، بل انت من الظلمه، بل تو خود ظالم هستی. انما اعوان الظلمه من یبیع منك الابره والخيوط، بلکه یاوران شما، یاوران ظالمان کسانی هستند که برای تو سوزن و رشته می فروشند. بنابراین دوستان گرامی، نباید گمان کرد که عذاب و هشدار الهی خاص ظالمان است، بلکه هر کسی که در اطراف ظالم است و به ظلم ظالم کمک می کند و پایه ظلم او را استوار کرده است و اگر او نباشد ظالم این ظلم را روا دیده نمیتواند بر ملت، بر مردم، او نیز شریک ظلم ظالم است و شریک آن عذاب الهی است. خدا را پناه.